دخترم نازلی ها؟ لبای؟ پرسیدم که گرسنه نیستی، نشنیدی؟ نشنیدم، گرسنه نیستم. جانم این خیلی ممکن نیست. تو تماما چیزی نخوردی، تو باید یگان چیز بخوری. مادر گفتم که گرسنه نیستم. مایلش نازلی دختر جان چی شد؟ خودت رو بد حس میکنی؟ اوف مادر بس است، مرا غم ندهید. اوف خوب مایلش آتشی نشو دخترم. تو با کجا؟ من بسیار دلگیر شدم، میخواهم کمی هوای تازه بگیرم. میفهمم ما هم زیق شدیم. خوب میشود اگر به سیر و گشت برویم. بله فکری عالی. نه من میخواهم که تنها سیر و گشت کنم. دختر جان ممکن نیست دوخی. اگر همه کسا به سیر و گشت برویم کاری خوب میشود. مادر با فکرم فهمانده نتوانستم. تنها سیر و گشت کردن میخواهم. تو را نمیمانم نازلی، تنها تو را به سیر و گشت رفتن نمیگذارم. این رو بینیده همین محافظ به من نمیرسید. تو با کجا؟ به حجره خودم اگر اجازت باشد. میخواهم آرامانه استراحت کنم. بهار چی کار میکنی؟ همش خوب است. با گذشتی وقت همش خوب می شود. با وقت در کار. شینید چولاخ این کارا نکن، خواهش میکنم. تو آبروی مرا به تربت اخلاق برابر کردی. اکنون تو چون تربت اخلاق جان خواهی داد. چولاخ نکن. تو حقیقت حال رو دانستن میخواهی؟ این تو ریختنی خونی آدمان بیگناه رو به من آموختی. اکنون باید که تو با جبر خودت بمیری.